اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، همتون را به خاطر الله دوست دارم و خواهم داشت و شما جزو بهترین سرمایه های زندگی من هستید. توفیقاتتون مستدام و همیشه در پناه و حفظ الله باشید. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است. این موسم خیری که خداوند تبارک و تعالی در منتهای مهربانی و خیرخواهی به بندگانش عنایت فرمودند. در حقیقت این یک توجه خاص و ویژه است از جانب پروردگار عزیز و دوست داشتنی که این طور بندگانش را با چنین برنامه‌های نورانی و روحانی نوازش و آنها را با رمضان نور باران و رحمت باران می کند. پروردگارا، ما از همه عزیزانی که در طول زندگی ما را یاری کردند یا خدماتی چه مادی چه معنوی برای ما اراده دادند، پدر، مادر، معلم، شاگرد، همسر، فرزند، دوست، رفیق، خواهر، برادر، همه تشکر و قدردانی می‌کنیم و برای همه آنها دعا می‌کنیم و می‌گوییم خدایا همه را مورد رحمت و مغفرت قرار بده و حسن الخاتمه نصیبشان بفرما. و جا دارد همینجا در آغاز این ماه عظیم و مبارک از همه عزیزانی که به مدت 2 ماه متوالی بدون وقفه و بدون هیچ چشم داشتی فقط به خاطر خدا و نودوستی در این روزهای سخت تهاجم ویروس کرونا به برادران و خواهران هم نوع خودشان در سراسر جهان خدمات انسان دوستانه و خداپسندانه دادن تشکر و قدردانی می کنم. خصوصا جامعه پزشکی و پرستاری و داوطلبان و مجاهدان عرصه سلامت که ایثارگری و فداکاری و از جان گذشتگی را در عالی ترین سطوحش به نمایش گذاشتند، آن هم در روزهای سختی که همه از ترس و وحشت و احساس خطر و ناامنی، حتی علمای دینی و روحانیونی امثال بنده که این همه روی منبر درباره ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی و توکل و نودوستی صحبت می کردن، میدان را خالی و صحنه را ترک و در خانه ها مخفی و متواری شدن، به جز تعداد اندکی که به طور فعال حضور پررنگ داشتن و در کنار مردم و پزشکان ایستادن، همه با لباسهای سفید، فرشته های نجات در قالب انسانها در صحنه بودند و به مردم امید میدادند و آنها را مداوا میکردند. درود و رحمت بیکران خداوندی بر شما باد ای مردان و زنان سربلند و فداکار. ای پزشکان و ای پرستاران عزیز و دوست داشتنی، و همچنین جا دارد از مردم خوب و دوست داشتنی محلمون سوروی بندر عباس، خصوصا جوانای عزیز، خواهران و برادرانی که وقت، مال، جان و سلامتشان را در کف دست گذاشتند و به کمک مردم شتافتند و هیچ وقت ترس، خستگی و ملالت
به آنها در راه خدمت به هم نوعان و هم محله خود راه پیدا نکرد و اخلاص و ایثارگری و از جان گذشتگی را در بهترین نوع ممکن به نمایش گذاشتند. و در کنار این عزیزان خانواده های عزیزی که پشت صحنه در طول این مدت غذاهای گرم صبحانه، نهار، شام و میان وعده ها را تدارک می دیدن و از تمامی اعضای ستاد مردمی کرانا در محله و هیئت رئیسه باشگاه فرهنگی ورزشی اروند و انجمن خیریه خاتم النبیین بندر عباس سورو و همه عزیزانی که در تهیه و توزیع سبدهای کالای مهربانی و نودوستی و همه برادران و خواهران عزیزی که در تهیه پارچه و دوخت و توزیع ماست مشارکت داشتند، از همه و همه به خاطر همه محبت‌هاشون و همراهی‌هاشون تشکر و قدردانی می‌کنم. خداوند تبارک و تعالی در آغاز این ماه مبارک به همه شما ایثارگران عرصه خدمت استقامت، پایداری، عزت، سربلندی و رستگاری و خاتمه به خیر عنایت بفرماید و با فرارسیدن این ماه عظیم خداوند به همه شما عزیزان عافیت، سلامت، امنیت، آرامش و رحمت و مغفرت عنایت فرماید و همه را از فضایل و برکات این ماه مبارک بهره مند بگرداند و در خاتمه اگر در طول دوران آشنایی و بعضا همزیستی با هم از بنده که من عضو کوچکی که از شما هستم خطایی یا تقصیری یا کوتاهی سرزده که قطعا سرزده و مایه رنجش خاطر مبارک شما برادران و خواهران خوبم شده، جدا از همه شما عذرخواهی میکنم و حلالیت میطلبم و برای همه رمضان و روزهای خوبی و برای همه رمضان و روزهای خوبی سرشار از سلامت و عافیت، ایمان و امنیت، معرفت و هدایت، علم و عمل و صفا و صمیمیت و رستگاری و پیروزی و سعادت و خوشبختی از خداوند منان مسئلت دارم. رمضان مبارک. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما برادر کوچکتون محمد صالح پردل و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.